این حدیث تکان دهنده است. قال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله فرمود من عیر اخاه بذنب، هر کسی برادرش را به گناهی عار بدهد و طعنه بزند که قد تاب منه، اون برادر از اون گناه توبه کرده، چند وقت توبه کرده، 10 سال پیش دزدی کرده، الان نیست، لم یمت حتی یعمله، این طعنه زننده نمیمیرد حتی که همون عمل را خودش گرفتار میشه، همون عمل را خودش انجام میده. اگر کسی برادر خودش را به او طعنه بزند و مسخرش بکند، عارش بده به صفتی، به عیبی که قبلا این عیب در او بوده اما الان توبه کرده، خداوند عزوجل این طعنه زننده را، این مسخره کننده را نمی کشد، از این دنیا نمی برد تا زمانی که به همون عیب گرفتارش نکند. مثلا اون فرد چند سال پیش شرابخوار بود، حالا 10 ساله که توبه کرده و الان یه مؤمن صادق خدا شب روز مسجده، الان با کسی اختلافی داره، این بهش میگه شرابی، تو همونی که تا دیروز شراب میخوردی. خب عیبی که قبلا در او بود الان نیست، به اون عیب عارش داد، مسخرش کرد، طعنهش زد. این خودش بر اساس این حدیث خودش نمیمیرد، از این دنیا نمیرود تا زمانی که خودش را خدا گرفتار میکنه. ای مؤمنان اجتناب کنید، دوری کنید از بسیاری از گمانها، به مردم بدگمان نشید. ان بعض الظن اثم، بعضی از ظن و گمانها چی هستند؟ گناه هستند. پس یکی دیگر بدگمانی هست دیگه. ولا تجسسوا، جاسوسی نکنید، تجسس نکنید برای هم دیگه. چی کار داری با زندگی مردم؟ معنیش اینه که در زندگی مردم سرک نکشید. بعضی ها عجیبند، فقط دنبال زندگی مردم، این چی میخوره، چی میپوشه، از کجا درآمد داره، با کی رفت و آمد داره. چی کار داری؟